میگه برده آیا معنا دارد می سوالات چی گفته یعنی که اصل خوک و همین خیلی سول نه درسته این خیلی چیز içinde yani şeriattan da namazı beşadan tamam karet mi? یک برادر گفتن که مثلا ماشین دارد یک نفر 3000 دلار میگه مثلا و دوم شخص میگه که من ماشین تو فروخته میتونم من به چی 200 دلار حقم میدی و این برادر دیگه برادر به میره دو ماشین هست فلان پول 3000 دلار میگیری وقتی که این میبرد خریدار و ماشین میخرد این برادر حق این برادر میده 200 دلار جایز میبینید Yani شما ماشین دارید نه خودتون فروختن نمیتونید من فروخته میتونم کروی فروختن شما من به حق میتونم با که ندارد هیچ گپ نه یعنی بخاری رحمه الله باب میبرد اجر سمسره گفته ها یعنی همینند مثلا انسان مثلا میگه که یعنی من چیزی تو فروخته میتونم کروی فروختنم من به یک نسبت میتی این با که ندارد ممکن این چیز شده برادر میگه گپ زدن در وقت خطبه جایز می بعضی از برادرها در وقت خطبه اونده اگر ما سلام علیکم ما مثلا اگر رد کنیم یا جواب ندیم اگر خار کده خفش دوستان همین چیز در وقت خطبه فهمونن که وای خوبه خب وقت خطبه مثلا سخن گفته نمیشود هم وقت خطبه باید که سکوت کنید کسی که اگر گپ زند فقط لغا یعنی همین یک گناه کرده است این کاری غلط کرده است مثلا همین کار اینا باید که وای بفهمونن که این کار نکنید یعنی حتی سلام دادن ممکنه وقت خطبه برادر میگن که پولی آیا پولی زکات کدی یک برادر از حبس خانه برآوردن جایز می اگر شرعی باشد یعنی یک برادر مثلا مثل یعنی غلام آزاد کردن مثلا اگر مثلا مظلوم باشد چه باشد